بسم الله الرحمن الرحیم. حکایت این پرنده در قفس مثل یک عده آدم شلمغزیه که امروزا به خاطری که به دولت بتازن و بگن این چه وضع قیمت دلاره و این چه وضعیتیه با در قیمت ها، چسبیدن و پدر بزرگ جلیلی افغانیه که هیچ سنخیتی هم آقای جلیلی نداره. آقای جلیلی پدرش کرده، مادرش اردبیلی است. دو قومیت قدرتمند ایرانی. تأسف میخورم به حال یک عده آدم شلمغز دهنبین اینترنت نگاه کنه بدون تحقیق انجام بده. الان از این جوجو بپرسیم این آقایون مغز دارن یا نه؟ 100% در جوابش میگه این آقایونه که دنبال اینجور اخبارن و اینجور شایعه ها رو درست میکنن و دنبال میکنن به جای مغز تو کلشون پهنه. مشخصه با این گندی که دولت زده بایست با جلیلی که اون همه برنامه داشت و واقعا هم از اینا بهتر بود. اینا هیچی ندارن، هیچ برنامه‌ای برای کشور ندارن. تنها عرضه اصلاح طلبا اینه که مردم با کلمه مذاکره سر کار بذارن. یادا داشت جنگ میشه. کدوم جنگ؟ خب هی جنگ میشه. بابا ظریف به خاطر 2 بچه الدنگش توی آمریکا تیتیش میکنن، سنگ آمریکا و غرب به سینه میزنه. آقای همتی هم که چیزی بارش نیست، خواهرزاده آقای رفسنجانی، دلار بازی مندازه و مملکتی که دست یک عده آقازاده دلار فروشه خواندی مملکتن به نفع اونا کار میکنه. جوجو به نظر تو اصلاح طلبها آدم های خوبی هند؟ تفلی هنگ کرد، نتونست جواب بده. حیوان. اصلا این اسم اصلاح طلبها که میاد قفل کرد حیوان. گفت بر پدرشان صلوات.